در این قسمت از برنامه‌مون می‌خوایم همراه با بابک بررسی بکنیم یکی از قدیمی‌ترین و به اصطلاح سابقه دارترین چالش‌هایی که رژیم باهاش روبرو بوده. بابک سلام می‌کنم، به چی بوده این چالش قدیمی؟ یکی از قدیمی‌ترین چالش‌ها، البته یه چیزی تکمیل نگفتی، لاینحل‌ترین چالش‌ها برای رژیم، یعنی تا الان که نتونسته حل کنه. اون اینه که این خامنه‌ای ولی فقیه یک شبه رو رنگ کنه به خورد خلق الله، که هیچ حداقل به خورد باندای خود رژیم بده. انواع اقسام چیزها به این میبندن، توصیفات و نمیدونم کرامات و اینا به این میبندن تا این زهر حلاهل رو کسی بتونه بذاره دهنش. چون مردم ما هم به درستی میدونن که مرکز جرم و جنایت علیه ملت ایران شخص خامنه‌ای و بیت فاسدشه و با شعار ملی و میهنی و شفا دهنده قلب و ضمیر هر ایرانی آزادیخواه که همون عبارت از شعار مرگ بر خامنه‌ای، سهم این آخوند دزد جانی رو ادا میکنن و این کار هنوز ادامه داره. بله. یعنی رنگ کردن خامنه‌ای از روزی هم که میبخشید از روزی هم که از خم درش آوردن این تلاش شروع شده، تا الان هم ادامه داره تلاش، گفتم تا الان که ناموفق. البته با رنگ کردن خامنه‌ای هم حقا کار خیلی مشکلیه. الان 33 سال هم دارن زور می‌کنن این کارو بکنن، هنوزم البته از یه طرف موفق نشدن، از یه طرف از تلاش مذبوحانه دست بر نمی‌دارن. حالا اصلا موضوع گفتگوی امروز اون آخرین تلاش، شاید هم دیروز هم مثلا کرده باشن، امروز صبح هم کرده باشن، آخرین که به چشم اومده، چون این بلاوقفه این تلاش رو میکنن آدمای رژیم. تلاش مذبوحانه است که پاسدار رحیم صفوی، پاسدار ریزشی سرکرده سابق سپاه، اسبق سپاه کرده که این بتونه مثلا با این روایتی که میکنه این مسئله لاینحل رژیم رو حل کنه. اگه اجازه بدید کلیپش رو ببینیم، چون خود کلیپ خیلی گویاست، بعد با هم ادامه بدیم. حتما. این کلیپ رو اگه میشه بگذارید. اولین نوه من چند روزش بود یرقان گرفت. یرقان که میدونید چیه؟ هرچی پیش این دکترها بردیم رسید به اینجا که خونش رو عوض کنن. من نماز خدمت آقا بودم، دیده بودم که قند میزن، آقا دعا میخوره، منم یه قندونه قند گرفتم تو آبدارخونه. بعد از نماز بردم خدمت آقا، گفتم حضرت آقا من اولین نوه‌ام یرقان گرفته، این دکترها نمیفهم، میخوان خونش رو. من ازش خواهش کردم یه دعایی بخون. آقا قندون قند جلوشون گرفتن، چیکار کردن؟ فوت کردن. هم آقا اول خودشون یکی از قندارو چیکار کردن؟ تو دهن خودشون گذاشتن. ما چند تا قند بردیم خونه، 2 تاشو به دخترم، یکیش هم ریخت توی اون چیزا داد به بچه خورد. بردیم پیش دکتر، خونش رو گرفتن آزمایش کردن، گفت یرقان از بدن بچه چی شده؟ یعنی شما بدونید یه چیزایی هست که ما نمیدانیم. حرفاش توهین به شعور مخاطبه. اصلا این نگرانی نداشته باش، اونایی که اونجا نشستن با مینیمم شعور سالیان نوری فاصله دارن، اونم منتخبن. آره اونم میدونه برای کی این حرفا رو بزنه. این تهدیدی نیست که اون اصلا نفر بهش بر بخوره. بله. خب نتیجه بگیریم از این حرف. اولا که اصلا رحیم صفوی کیه؟ خود رحیم صفوی بگیم. توی سپاه پاسدار یه شغلی هست به نام سرکرده. سرکرده یه تاریخ انتصاب داره، یه تاریخ داره، نمیگن تاریخ انقضای خدمتش، میگن تاریخ بریدگی و رفتن به کار فرنگی. علل دوام به قول آخوندا این صندلی سرکرده سپاه اینه که نفر میاد هارت و پورت میکنه، نصف جهان رو میخوام بگیریم و قدرت برتریم، آخر سالش ریزشی میره سمت کار فرهنگی. این رحیم صفوی هم ریزش کرد اومد کار فرهنگی. یه آخور داره تو بیت خامنه‌ای که اونجا میچره، یه آخور هم داره همین کلاس شده مدرس نظامی. این کلاس یکی از دانشگاه‌های نظامی رژیم هست که داره دوره دافوس یعنی فرماندهی و ستاد درس میده. ببین داره درس میده، چه درسی میده. سطح درسش از همین سطح درسش همینه که آقاش یعنی آقای رحیم صفوی فوت میکنه تو قند. حالا نتیجه که از این میگیریم، پس علم پزشکی رو باید تعطیل کرد، دانشکده‌های پزشکی تمام بیمارستان‌ها رو باید تعطیل کرد. به جاش خامنه‌ای رو گذاشت که فقط تو قند فوت کنه که مریضی‌ها از بین بره. البته یه کارخونه بزرگ قندسازی هم با درست کرد. یعنی خامنه‌ای رو باید بدن تو آخرین مرحله تولید که قند درست میشه، مثلا دهنش باشه فقط روی این قندا فوت کنه که دیگه یراقان و وبا و همه چی منتها. چون خب خامنه‌ای
یک دونه کارخونه که نیست تو ایران، باید 7 تا 10 تا کارخونه است. از دهن این باید یک لوله کشی بکنن که فوتش به همه کارخونه ها برسه که همه قندای ایران از این فوت آقا بی‌مسیب نباشه. برای این عظمتی که تو میگی لازم حتما یه کمپرسور هم به خود خامنه‌ای وصل کنن که دیگه سرپیری انقدر مشکل ساز نشه براش. بله این همون قسمت دانش بنیان این قضیه است. ببین اون کمپرسور رو بگیرن، مسئول سرویس نگهداریش هم بذارن رحیم صفوی که خب هم سلامتیش خامنه‌ای آسیب نمی‌بینه چون تو سن 84 سالگی هی فوت خب آسیب می‌بینه. یکی هم این که مگه مشکل ارز ندارن، این فوت همین قندایی که فوت میکنه صادر کنن ارز بهش بیاد، چون حداقل مقلدین خارج کشورش هم گراغان گرفتن با این قندای آقای رحیم صفوی دیگه. چجوری میگفت شفا پیدا کنن. فکر کنم امید تنها عرصه‌ای بود که به گند کشیده نشده بود پزشکی بود که اینم در همکاری رحیم صفوی و خامنه‌ای کامل به گند کشیده شد. من یه نکته بگم، مثلا این بزرگان و مشاهیر دنیا میان میگن که مثلا جیمز وات سیستم اسب بخار و ماشین بخار اختراع کرد. انیشتن تئوری نسبیت، نمیدونم مارکس پلانک تئوری کوانتوم. در مورد یه ریل منفی هم داریم، مثلا میگن پاسدار سلامی با مستعان علم پزشکی رو به گند کشید، رحیم صفوی با فوت قند آقا، نمیدونم حاجی زاده با چیز. اونا هم این طرف توی برند خاصشون خودشون رو تو مشاهیر تو قسمت منفی‌ها دارن که بلا انقطاع هم دارن این تولید مزخرفات میکنن و اینم سرنوشت علم مظلوم پزشکی زیر دست این پاسدارها و خامنه‌ای. ولی خب هر کاری خامنه‌ای بکنه مردم ایران همون شعار مرگ بر خامنه‌ای کوتاه نخواهند آمد تا روزی که خود رحیم صفوی و خامنه‌ای رو بسته‌بندی کنن بذارن تو گور. بله خیلی ممنون بابک از شرکت تو برنامه امروز.